سلام بیننده های عزیز، دوباره که در حضور شما قرار گرفتم. آرزو دارم لحظات خوش داشته باشه. با یکی از ویدیوهای تازه در این پارک آمدیم. بهترین پارک است و ایرسه که بانجان رو می خورد. اینجا سعی کنه گشنی چواری است، من نمیکنم مرچه سعی کنه. بانجان رو میز همین چیزایی هست که اینجا کاشته، حتی تا بامیه اون در باغ گل هست. بازیار همه تو به نمایش بانجان سیاه، اینه بامیه، مرچ، اون بانجان های سیاه. حتما یکی تو کم مانده مطلب چیز که جمع کردین. هیچی از فکر کنم کدو مدو. باز در گلام میریم بخیر.